салом алайкум дӯстои азиз, салом алайкум подписчикои канали мо. Имрӯз дар меҳмонии мо як нафар модари меҳрубон ки зодаи Эрон аст, вале дар Арманистон ба шавҳар баромада, айни замон бо амри тақдир дар кишвари Олмон ва мавзеъ Гезека зиндагӣ доранд, ҳамсуҳбат мешавем. Аввалан хушомадед, дуввум ин ки шумо худро муаррифӣ мекардед. Аслан барои подписчикои мо аз куҷо ҳастед ва исму насабии шумо? اسم من گوهری کراپتیان. تولد شدم تو ایران، تهران. زندگی کردم تو ارمنیا، یروان. از یروان من اومدم آلمان. در آلمان زندگی چه خیلی است از نگاه شما؟ از نگاه من زندگی راحته در آلمان. چی فرقیت دارد از زندگی که در ارمنستان از جهت تربیه؟ نو در آلمان برای من زندگی خوبه، چون در ارمنستان آخرین سالها من خیلی سختی ها کشیدم و این زندگی راحت منو اجازه میده که فراموش کنم اون سختی های آخرین سالهایی که گذراندم. تشکر. شما بیشتر با چی شوق دارید؟ با فکرم هنر شعر نویسی دارید؟ برای подписчикои мо ягон шеъротонро мехонде бо тарҷумааш. Եկավ գարում բերեց վարդեր, խնջուրդ բերեց իմ ազգության, մանուկներ ուրախ երգում ու պարում են ուրախությամբ։ Հայրենիքիս անձրևները դուր են գալիս այնքան, ուզում եմ լուր սիրտս անել ու նվիրել իմ ազգության։ Գարնան անձրևն ուրախ գալիս, ծափ է տալիս կտուրիս տակ, ախ իմ գարնան անձրև, իմ հայրենիքը տուրի տակ, որ չափ քաղցր ես նվիրական։ اینو من نوشتم سالی که اومده بودم ارمنستان از ایران. اولین بهار ارمنستان، برای اولین بهار ارمنستان نوشتم که بهار وطن من چقدر خوبه و چقدر خوشحالم که تو ارمنستانم و بهار وطنم رو میبینم. یعنی که به وطن اون نیست که یادی وطن، یعنی که شما هرچند در غریبی هستید در یادی وطن هستید؟ ما توجیکان خیلی گفت داریم که به وطن نیست، اونه که در وطن نیست. من وطنم و ایران فکر میکنم، چون ایران زندگی کردم، ولی که خودم ارمنی هستم، ارمنستان را وطن میگفتم. بعد اونقدر سختی ها دیدم در ارمنستان، حالا برای من کجا زندگی من خوبه، کجا احترام دارم، حالا اونجا رو من وطن میگم. شما من با شما یک سوال کردم، با شما گفتم نسبت اون خوراک‌های ملیه که آلمانی ها دارند، شما یگان نماد خوراک یاد گرفتی از آلمانی ها یا فقط خوراک‌های ارمنی میپزی و ایرانی؟ من خوراک‌های ارمنی میپزم، تاجیکی میپزم. تاجیکی چی میتونه؟ ایرانی آش بهتر. اکی یاد گرفته آش؟ میدونین این آش تو ارمنستان اینو میگن اوزبکسکی پلوف. ارمنیو. بله ارمنیو. بهترین. در آلمان یگان چی یاد گرفته از خود آلمانی ها خوراک ملیشون؟ نه از آلمانی هیچ یاد نگرفتم. باز یگان مصرع ها از ایجادیات خودتون رو. بله. Թեև մազերիս ձմեր գաուձյուն, ձեզ վնաս բարով չեմ ասի երբեք, լինեմ շիրիմում վրաս ծանր քար, ես հավերժորեն ձեզ հետ եմ դարձյալ, ապրել եմ ուզում, ապրել ու ապրել, բայց ոչ մենակյաց ճգնավորի պես, 1000 տարի էլ թեկուզ ինձ կյանք տան, չեմ փոխի ձեզ հետ ապրած մեկ ժամվան. معنیش چی است؟ امروز ما جمع شدیم با بهترین دوستای ما اینجا. من این شعر رو نوشتم برای اون جمعیت هایی که جمع میشیم، آدمای نزدیک، و من در این شعر میگم که این روز رو اصلا ما فراموش نمی کنیم و هر چه روزایی باشه در عمر من
من عوض نمی کنم با این روزی که ما اینجا امروز گذراندیم. بله، یعنی که نوابسته از ملت، دوستی، آدمگاری همه یکی است. بله بله. شما هنری سرایندگی دارید؟ Ես սիրում եմ մարդուն գրված մեծատարով, դարից չուշացած, դարի հետ քայլով, որոնող փնտրող մարդուն եմ սիրում։ Սիրում եմ մարդուն, այն մարդուն, որը այլոց չի ատում, այն մարդուն, որը ոչ թե դավանքն է իր հայրենիքի, այլև զավակը, ոչ թե տանջանքն է իր այլ բարիկը, որ սիրում է բալիկներին ու աշխարհին։ Ես սիրում եմ մարդուն մեծատարով գրված։ این که من گفتم این همیشه کجا که میرم یه دوست خوبی پیدا میکنم که به من اجازه میده که اونو با کلمه های بزرگ بنویسم. این برای اینطور آدم نوشتم که من دوست دارم اون آدم رو که با کلمه بزرگ اسمشون می نویسن. حالا من در دوچلند از روز اول که اومدم هیچ سختی نکشیدم. اینجا یه دوست خوبی مثل دخترم پیدا کردم و اجازه دارم این شعرم رو بنویسم نوشتم برای اون که اون آدمی که در دلم با کلمه های بزرگ جای گرفته است. است. این چی است؟ این دوستم گلبهار نجبینی دپا. یگون همون شعر نوشتگیتون خانه؟ یه سیروم مرتون گربت متدارو. من دوست دارم آدمی که بزرگ کلمه های بزرگ نوشته. شما در برای تاجیکستان یگون تصور داره؟ من تاجیکستان نشدم ولی حالا اینجا دوستای خوبی دارم از تاجیکستان، گلبهار، سریا که با اونا دوستی میکنم و یعنی اونا مثل دخترای من هستن. با گلبهار از اولین روز که اومدم اینجا سختی نکشیدم، مثل این که نمیدونم چی بگم، فرشته من بود در آلمان و سریا بعد آشنا شدیم، نزدیک شدیم و از من تاجیکستان رو میدونم با رویه اونها که اگر همه آدمای تاجیک مثل گلبهار و سریا باشن و مثل شهلا باشن. تشکر. سلامت باشه. در آخر با подписчикои канали ما چی تمنا داره؟ بسیار زنهای با معرفت هم подписчикои ما. من چی تمنا؟ какие у вас, как сказать, пожелания? بذار این کانال شما همیشه چه بگم، آره همیشه و پیش بره و نمیدونم تشکر خیلی زیاد با دستگیری آدما شما بشن که خیلی به کانال شما آبونا بشن، بنویسن و خیلی چیز کنن، دستگیری بکنن چون این کانال لازمه هم. تشکر. شما سه زبان بلد هستین؟ روسی، ارمنی، فارسی، ترکی، بود کم بش آلمانی. کم آلمانی. انشالله. تشکر. سلامت باشید. خداوند نگهبانتون. خدا نگهبان. متشکرم.